شما حتی میدونید مطالعات نشون میده، دانشگاه ییل به این نتیجه رسید که مهمترین عامل سلامت روانی کودک تو 14 ماه اول یا 3 سال اول، 14 ماه اول تا 3 سال اول سیمنس، یک دستی و یک نواختی است، یعنی یک نفر از بچه مواظبت و مراقبت کنه. حتی بنده به همین جهت است که عرض میکنم پدر از مادر مراقبت کنه، مادر از بچه. پدر اگر کاری میکنه دقیقاً میبینه مادر چه میکنه، همونا رو تقلید میکنه و تکرار میکنه. هیچ عقیده و نظری از خودش نمیتونه داشته باشه. بچه نمیتونه با 2 تا عقیده و نظر روبرو بشه. بچه نمیتونه بره رفت خونه این مادر، بعد بره خونه اون مادر، بعد این بیبی سیتر، اون آدم، این خاله، اون عمه. کار نمیکنه. خب توی همچین دنیایی که مهمترین عامل سلامت بچه در 14 ماه یا 36 ماه اولش یک دستی و یک نواختیه، ما به چون نسبت خاله و عمه‌مون با توی کار تربیت بچه‌مون دخالت کنن که از ایران تشریف میارن که بگن درست غلط موضوع چیه؟